ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. اینجا ایران است. رادیو 7. چشماتو وا کن، چشماتو وا کن که سحر توی چشات بیدار بشه. صدام بزن که از صدات باغ دلم بهار بشه. اون که میخواد میون ما من و تو دیوار بذاره، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. بارون سنگم که بیاد بر نمیگردم از تو من، بارون سنگم که بیاد بر نمیگردم از تو من. از این که بدتر نمیشه، هرچی میخواد بذار بشه. یه دل نه 100 دل چیزی نیست وقتی تماشات میکنم. میگم توی دلم که کاش دلم هزار بشه. دلم میخواد یه روز که تو بالای برج ایستادی، یهو افق چاک بخوره، جاده پر از غبار بشه. من برسم صدات کنم، تا یه نفر که جز تو نیست از اون بالا بیاد پایین به ترک من سوار بشه. هی بزنیم به اسبمون، بریم به شهری که درون سحر پشت سحر بیاد، بهار پشت بهار بشه. با من بیا، با من بمون، نذار که تنها بمونم، نذار که خونه دلم دوباره تنگ و تار بشه. شاخهای دیو میشکنم، سر به ستاره میزنم. یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. عاشق شیم و دعا کنیم که شاید از معجزه عشق یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه. مخوار غم تنهایی، اگر گل خودرویی و چمن جدایی، به دیده صاحب دل یک جهان صفایی. تو زینت صحرایی، تو آیت بهاری، به شبنمی دل خوش کن چو بلبلی نداری. چه غمت گر جا به گوشه بیابان داری، چه جفا دیدی که ژاله ها به دامان داری. تو چرا ماندی
در این بهار دلکش تنها به که دل بستی که حالتی پریشان داری. توی آن مجنون، توی آن شیدا که نهادی سر به سوی صحرا. چو پری روی متو رو آره بری از خاطر غم دامون یارا. اگر بسوید مرغ چمن نمیزند بر هم پر خود، چه غم که گاهی دل بر من تو را کند زیب سر خود. تو در این بهار دلکش دگر از چه گوشه گیری مکن از فلک شکایت که لطیف و دل پذیری که به هزراق بگشاد. چو ز مهنت آزادی مکن از غم ها یادی که بود محو شادی همه جا. به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود به شما. حالتون خوبه که خیلی وقتی که همدیگه رو ندیدیم. خب خیلی خوشحالم که بار دیگر رادیو 7 از سر گرفته شد و مجالی برای بنده هم ایجاد شد که با شما باشم 1 ساعت در هفته 1 شب و حالا در این دور شنبه شب‌ها که این رو به میمنت میگیرم آغاز هفته رو که با شما شروع کنم و همیشه تجربه این بوده که با شما هفته خوبی خواهیم داشت. خب با ترانه بسیار زیبایی که واسه استاد بنان شنیدیم وعده کنم که امشب به مناسبت سالگرد تولد استاد بی‌بدیل موسیقی ایران استاد غلام حسین بنان ویژه برنامه استاد بنان داریم. این تمام قطعاتی که تقدیم حضورتون میشه یا گفتارهایی که در استودیو شماره 2 اتفاق افتاده در موضوع استاد بنان هست. بنده هم این وسط هرچی به تناسب بحثا پیش اومد با شما درباره استاد در میون میذارم. اما پیش از او خدمتتون عرض کنم که فکر میکردم که ترانه ورودی برنامه رو چون همیشه با یک ترانه آغاز میکنم با چه ترانه آغاز کنم که همتون میدونید که 16 اردیبهشت ماه یادآور درگذشت حسین منزوی عزیز هست که در سال 83 از میان ما رفت. گفتم چه بهتر که در همین ابتدای برنامه یادی از حسین منزوی بشه، ولی بقیه برنامه دیگه ویژه برنامه استاد غلام حسین بنان خواهد بود. 22 65 27 19 شماره تلفن برنامه است، میتونید تماس بگیرید، نظر بدید و پیام کوتاه هم از طریق 30704 و اما صندوق پستی 14155 خط تیره 3355. در همین آغاز کلام اگرچه یک سینه سخن دارم به تعبیر مولانا بعد از این هم مدتی که ندیدمتون، اما زیاده گویی نکنم، بریم و استودیو شماره 2 و یکی از خوبان موسیقی امروز ما مجید درخشانی عزیز که گویی با استاد بنان سخن میگه ببینیم. قبل از اینکه کیک و شمع را بیاورم چیزی هست که باید بگویم. مادرم میگوید جوان بوده که رادیوی قدیمی را پدرم به خانه می آورد. آوازهایت را گوش می دادند. همسایه ها جمع می شدند تا صدایت را بشنوند. پدر بلندگویی در بالای درخت گذاشته تا همه مردمان کوچه قدیمی صدایت را بشنوند. از درخت بلند خانه و آن رادیو و آن بلندگو در بالای آن درخت، از همان یقه های سفید و ساعت های بند استیل و چارقدها و خشخش رادیو
و آن کوچه های باریک تا همین زمزمه های دلتنگ تنهایی زیر لب که به آواز دست جمعی کل خانه بدل می شود، تا این خیابان های بیرنگ. آرامش صدایت مثل قدم زدن در کوچه های باران زده شیرین مانده و می ماند. حالا که اردو زدی در بهشت ای مرد آرامش و آواز، ای دلنشین نوبهارمان، بدان و ایمان داشته باش تا همیشه و همیشه در جمع اردیبهشتی های زندگیمان میمانی. اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون غذا پیشانه شو پیشانه شو، چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانه بگذر، تا که گلباران شود کلبه ویران من. قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو، تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی، چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو کاشانه شو. خب اثر جاودانه استاد بنان یعنی بهار دلنشین بود که بازخوانی شده بود. امشب گفتم هرچی که هست به استاد غلامحسین بنان ربط داره، کسی که با یک صدای ویژه و قدرت خوانندگیش ثبت کرده خودش رو در موسیقی ما. به خاطری از استاد بنان نقل میکنن که روزی که اومده بود تست بده به عنوان خواننده، حالا برای که به کار گرفته بشه و به رسمیت بشناسنش، علی نقی خان وزیری، کلونل وزیری مشهور، او رو میبره به اتاقی که روح الله خان خالقی استاد بزرگ موسیقی ایران و ابوالحسن خان صبا استاد استادان موسیقی ایران اونجا بودند و طبق معمول اون تستشون، اون آزمایش خوانندگیشون این بوده که نوازنده توانای صاحب نامی میشسته و گوشه‌های مختلف رو میزده و باید خواننده در همون گوشه ها آواز میخونده و ببینید کی میزده و کی میخونده. استاد صبا میزده، ساز میزده و بنان جوان میخونده. به جایی میرسه که
استاد وزیری یا روح الله خان خالقی اشاره میکنن به سبا که دیگه نزن و میخوان ببینن بدون کمک و همراهی ساز این جوان چگونه میخونه و هی از این گوشه با آن گوشه گام عوض میکنن، دستگاه عوض میکنن، گوشه های مختلف رو و بنان همه رو با تسلط میخونه و از اونجاست که راهش باز میشه به موسیقی رسمی ایران در سال 1321، سالی که اولین بار صدای بنان از رادیو ایران شنیده میشه. استاد بنان در 14 اردیبهشت، روزی مثل همین روزی که آخرین دقایق اون رو میگذرونیم، در قلهک تهران به دنیا اومده. یک خانواده اصیل و در واقع از شاهزادگان قاجار. مادر بنان دختر رکن الدوله که به تعبیرش گویند برادر ناصرالدین شاه بوده است. یعنی بنان شاهزاده قاجار محسوب. میگیم شاهزاده فرق میکنه، فکر نکنید که شاهزاده همه مثل خانواده شاهانن. یک نسلی هم دیگه بالاخره فرزندان فرزندان و فرزندان فرزندان و فرزندان. اما این شخصیت با قوام، شخصیت متین و سنگینی که بنان هم در امور شخصی خودش داشت و هم در موسیقی، شاید یکی از دلایلش همین پیشینه نژادی و اصل و نسب خانوادگیش بوده که یک خانواده اشرافی بودن. در واقع بعض مالیشون هم خوب بوده. از همون بچگی توی خونه استاد بنان، یعنی خونه پدریش، بزرگان رفت آمد میکردن. شاید برای کسانی که نمیدونن جالب باشه که در 6 سالگی به سفارش استاد مرتضی خان نیداوود، خالق مرغ سحر، بنان رو میفرستن که تعلیم آواز و نوازندگی پیانو بکنه که البته با ارگ شروع میکنه و پیانو از 6 سالگی. حالا چی میشه بعدن که میشه تبدیل به استاد غلام حسین بنان، من در طول برنامه از او سخن خواهم گفت، بعضی از آثارش رو یاد خواهم کرد و امشب هر چه که هست از موسیقی. چقدر خوبه که شب نخستی که در دوره جدید رادیو 7 من خدمتتون رسیدم مصادف شده با تولد استاد غلام حسین بنان و من شاید شیفته‌وار از استاد بنان امشب با شما سخن بگم. گفتگوی این هفته گفتگوهای مرسوم رادیو 7 که هر هفته با یک آدم صاحب نام در عرصه هنر، فرهنگ اتفاق میفته، امشب آغاز خواهد شد. در استودیو شماره 2 بخش نخست گفتگوی رادیو 7 رو با خواننده خوب موسیقی سنتیمون یعنی حسام الدین سراج امشب بخش نخستش رو میبینیم. البته این بخش متمرکز شده به موضوع استاد بنان و بیشتر از این استاد بزرگ سخن گفته میشه به تناسب امروز. در شب‌های دیگر ادامه این گفتگو رو با هم میبینیم و میشنویم. معطلتون نکنم، گفتگوی خوبی باید باشه چون سراج عموما صراحت لهجه داره و خوب درباره اون چیزایی که در درونش، در دلش و در ذهنش میگذره صحبت میکنه. بریم و گفتگوی امشب رو با حسام الدین سراج ببینیم و بشنویم. خانم آقایان، سلام و درود بر شما. از امشب گفتگوی ما آغاز میشه با یکی از صاحبان صدای خوش، یکی از اصحاب آواز، آقای حسام الدین سراج. شب شما بخیر. شب شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشند. امشب برخلاف معمول که گفتگوهای ما درباره میهمان برنامه هست، میخوایم در نخستین شب گفتگو با آقای حسام الدین سراج از استاد بنان بپرسیم. آقای سراج، چرا بنان خواننده مهمی؟ استاد بنان در سال 1290 به دنیا اومده و سال 1364 از دنیا رفته، یعنی مجموعاً 74 سال ایشان عمر کردن. و عمر مفیدی که ایشون به صورت یک خواننده فعال بوده از سال 1321 هست تقریبا تا 1350، یعنی 29 تا 30 سال. و ایشون نزدیک به 350 اثر در عرض همین مدت کوتاه داره، یعنی باور کردنی نیست. اینکه عرض میکنم اثر، ببینید ما وقتی مثلا یه CD رو سویچ میزنیم تقریبا 6 ماه طول میکشه الان که ضبط کنیم این کار ضبط بشه و میکس بشه که این حالا مثلا فرض کنید شامل
7-8 تا تصنیف و مثلا 1-2 تا ساز و آواز. ولی ایشون در عرض این مدت 350 اثر، بعدم با اون نحوه ضبط قدیم، یعنی قدیم 2 بانده رو میکاشتن، بعد ارکستر مینشسته و به صورت آنسامبل و زنده اونا ساز میزنن، خواننده هم میخونده، ضبط میکردن. یعنی خیلی اون موقع سخت‌تر بوده ماجرا و ایشون 350 اثر داره. این یه نکته، یعنی از نظر کمی، از نظر کمی در طول 30 سال اینجور که میفرمایید میشه تقریبا سالی 10 اثر تقریبا. آیا سال 10 اثر برای خواننده‌ای در سطح بنان زیاده؟ با امکانات اون موقع من فکر میکنم زیاده. یعنی اگر مقایسه کنیم خواننده هایی که مثلا استاد تاج اصفهانی اینقدر اثر نداره یا مثلا استاد قوامی خدا رحمت کنه اینقدر اثر نداره، یعنی ایشون از این جهت استثنائیه. از لحاظ کیفی هم کار بنان به این نحوه که شعر رو انتخاب میکرده، ملودی رو انتخاب میکرده، یعنی نسبت به هم شعر و هم ملودی حساسیت داشته، یعنی ملودی کلام رو ملودی رو انتخاب میکرده، یعنی نسبت به هم شعر و هم ملودی حساسیت داشته، یعنی ملودی کلام رو خوب میشناخته، تلفیق رو خوب میشناخته. به همین جهت آثارش یه جنبه معنوی داره. یعنی اگر که آثار استاد بنان رو تعقیب کنید، چه در زمینه آواز چه در زمینه تصنیف، همیشه یه خطی داره تعقیب میشه که اون خط معنویته. حتی تصانیفی که مردم ازش خاطره دارن این امر معنوی درش ملحوظ و مشهوده کاملا. اما با این حال با وجود این همه کارهای مختلفی که استاد بنان خونده و خیلی هاش کارهایی که واقعا مثال زدنی هستش، برای مردم عادی شاخص‌ترین کار استاد بنان فکر کنم الهه ناز باشه. بله همینطوره. چرا الهه ناز اینقدر بین مردم رفت؟ شاید چون زیاد شنیدن، یعنی رسانه هم خب نقش داره در اینکه یه کاری رو خاطره انگیزش کنه، یعنی وقتی زیاد پخش میشه مردم ازش خاطره پیدا میکنه، این یه امر طبیعیه. ولی من فکر میکنم آثار دیگری هم استاد بنان داره که شاید قوی تر از الهه ناز باشه، خیلی قوی تر. بعد حالا نکته دیگر رو هم ببخشید میون صحبت شما، اینکه صدای استاد بنان یه صدای خاصیه. مردم ما خصوصا تو دوره اخیر عادت کرده گوششون به اینکه یه صدای تنور مردونه بشنون. یعنی حالا نمیدونم دلایلش چیه، ولی مردم بیشتر صدای تنور مردونه رو فکر میکنن که این نوع صدای ششدانگه، ولی صدای استاد بنان صدای باریتونه، یعنی توی رنج بم و متوسط صدا قدرت نمایی میکنه و در عین حال توی اون رنج مخملی و روانه، یعنی اینکه صدا خیلی دلنشین و مخملی بودن اصلا شده جزء صفت صدای استاد بنان. اصلا من فکر کنم غیر از استاد بنان در کسی دیگه این واژه مخملین صدا رو خیلی نشینه و وقتی میگن صدای مخملین بلافاصله آدم یاد صدای استاد بنان میاد. و شاید یکی از دلایلش هم همین محدوده صداست که باریتونه. به واسطه در واقع از لحاظ خوندن ترانه شما به عنوان یک خواننده چه ویژگی در ادای واژه ها توسط استاد بنان کشف میکنید؟ ببینید واژه رو خیلی خوب میشناسه، شعر رو خیلی خوب میشناسه، یعنی حق شعر رو ادا میکنه، یعنی اینطور نیست که به صورت تصنعی از شعر رد بشه، یعنی بیشتر توجه به ملودی باشه، اینطور نیست. و در این حال صدا نمکینه، یعنی و تلاش هم نیست در اینکه تو اون در حقیقت اوج صدا همیشه باشه، چون بعضی از خواننده‌ها همیشه تلاش میکنن که تو اوج بخونن، ولی ایشون نه، یعنی یه بی‌نیازی در صداش هست، یعنی هر جایی که اتفاق میفته خیلی راحت، اگر که امکان اوج نیست بمش رو میخونه و فکر میکنم اون گرم و نرم و روان بودن صداش برای مردم همیشه خاطر انگیزه. این تعبیر که میکنید آدم رو به این فکر فهمی داره که واقعا هیچ وقت شما در صدای بنان به رخ کشیدن نمیبینید، یعنی احساس نمیکنید که بنان انگار خواسته با اینجای صداش رو به رخ شنوندش بکشه. دقیقاً همینطوره، یعنی بی‌نیازی در اجرا هست. در نوازنده هم همینطوره. ببینید ما حالا بر اساس این
تجربه‌ای که من دارم در مورد نوازنده ها و خواننده ها، نوازنده یا خواننده وقتی جوانه سعی میکنه قدرت نمایی کنه. خب البته این طبیعتش هم هست ولی وقتی که سن بالا میره، پخته تر میشه، بی نیاز میشه از قدرت نمایی. من مثال میزنم ساز استاد شهناز رو. شما ساز استاد شهناز رو وقتی تعقیب میکنید میبینید که ملودی پردازی در اوجه و ابداع و نوآوری هم در اوجه و در این حال اینقدر زیبا و روان نواخته میشه که شما فکر نمی کنید که چه دستگاهی داره نواخته میشه. یعنی کاملا اون بی نیازی در ساز هست و اینکه اون ملودی و اون فضا عجین شده با وجود نوازنده، یعنی استغنا دارن در این زمینه. برای خود شما شاخص‌ترین کار استاد بنان کدوم کارش است؟ من کارهای استاد بنان رو دوست دارم مجموعاً، منتها اون شعر شهریار اون رو بیشتر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا این زودتر میخواستی حالا چرا چیه، حالا مصرع دومش رو یادم نمیاد. دوست دارین اصلا گفتگو اون رو با پخش این ترانه پایان ببرید؟ خیلی پس آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا استاد شهریار رو صدای همیشه زنده غلام حسین بنان میشنوید. تا فردا شب و ادامه گفتگو با آقای حسام الدین سراج. متشکرم. قربون شما. آمدی بی وفا بی وفا خب آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. خب غزل خیلی مشهور محمد حسین شهریار هست که از همسر استاد بنان نقل شده که یکی از آثار بسیار مورد علاقه خود استاد بوده این آمدی جانم به قربانت. این و کاروان که شعر اون از رحیم حیریه و این شعر از استاد شهریار. ما در مورد کاروان بعداً صحبت خواهم کرد براتون. یکی از تصنیف‌های بسیار مورد علاقه بنده است و خیلی هایی که موسیقی سنتی ایران رو با علاقه گوش میکنن. این تصنیف بود اما دیدید که گام و
ریتم اجرای این تصنیف چه در موسیقی چه در خوانش استاد بنان خیلی سنگینه. یکی از ممیزه هایی که از امتیازات تصنیف هایی که خاص استاد بنان بود و بسیار معتقدن که جز او کسی اینجور با این تسلط نمیتونست اجرا کنه، همین ضرب آهنگ سنگین تصنیف ها بود، تا جایی که نزدیک میشد به آواز. خیلی تسلط میخواد، خیلی ریتم شناسی و توانایی. شاید یکی از دلایلی که الهه ناز، سوالی که منصور ضابطان عزیز از حسام الدین سراج پرسید که چرا الهه ناز اینقدر بین مردم رواج پیدا کرد یا محبوب شد، شاید یکی از دلایلش همین باشه. استاد بنان بعد از حادثه‌ای که براش پیش اومد، از اون سخن خواهم گفت، برای معالجه به خارج از کشور رفت. وقتی که برگشت، ایده استاد این بود که میخوام یه مقدار شادابی و تحرک در آثارم بیشتر بشه. شاید عادت مخاطبانش که این موسیقی سنگین، این اجرای سنگین رو بیشتر از بنان شنیده بودند، برای خود بنان تکراری شده بوده و میدونید که کارهای مدرن کرد. الهه ناز کاری بود که ارکسترش، سازبندیش، اصلا جنس کار جنس مدرنی بود. اون موسیقی معروف و مألوف استاد بنان نبود و مردم شگفت زده شدن از این اجرای بسیار خوب و البته تطبیق شعر موسیقی. استاد اکبر محسنی آهنگشو ساخته بود و کریم فکور، یکی از بهترین ترانه‌سرایان موسیقی سنتی ما، شعرشو گفته بود. الهه ناز اینجوری شد که خیلی محبوب شد و گل کرد و بعدها شاید یکی از پر تکرارترین آثار موسیقی ایرانه، چه با صدای خود استاد بنان چه دیگران که تکرار کردن، چه با سازهای مختلف، سازهای مدرن، سازهای سنتی بی کلام نواخته شد و این آهنگ که همیشه با صدای مخملی استاد بنان توی گوش آدم زنگ میزنه همواره محبوبه و محبوب خواهد ماند. استاد غلام حسین بنان در زندگیش کارهای عجیب غریبی کرد، نه اینکه کار عجیبی بوده، موقعیت‌های عجیبی پیدا کرده. من اینجا یادداشت کردم، مثلا در سال 1315 در اداره کل کشاورزی بایگان میشه، یعنی شغلش پیش بایگانی اداره کشاورزی. بعد در شرکت ایرانبار در اهواز کار میکنه که معاون اون اداره میشه. در سال 21 منشی مخصوص وزیر خاربار میشه. بعد که کابینه تغییر میکنه، چون با پیشنهاد وزیر خاربار اون وقت این اتفاق افتاده بود، به اداره کل قله و نان منتقل میشه. کفیل اداره دفتر و کارگزینی و مسئول تحویل کوپن نان در تهران میشه. از آدم باور نمیکنه این کارها رو استاد بنان کرده باشه. در سال 1332 به پیشنهاد استاد روح الله خان خالقی که خیلی کارهای جاودانه‌ای با بنان انجام دادن، یکیش همین بود که با هم شنیدیم، به اداره کل هنرهای زیبایی کشور منتقل میشه و جایی قرار میگیره که باید استاد غلام حسین بنان قرار بگیره و کارهای جانانه‌ای با استاد خالقی انجام داده، کارهای جانانه‌ای با مرتضی خان محجوبی که این دو آهنگساز بهترین کارهاشون تقریبا با صدای استاد بنان ساخته شده، اجرا شده و شنیده شده. باز هم با استاد بنان سخن میگیم، این بار یکی از آهنگسازان جوانتر موسیقی سنتی ایران، یعنی مزرا انصاری عزیز، کلامی مکتوب که خوانده میشه در استودیو شماره 2 خطاب به استاد غلام حسین بنان. ببینیم و بشنویم که برنامه رو باز به همین سبک ادامه خواهیم داد. در موسیقی ایران بزرگانی هستند که اگر هزاران مطلب هم درباره آنان گفته شود، باز هم کافی نیست تا پاسخگوی زحمات و ارزششان باشد. و بیشک استاد بنان یکی از بزرگانی است که هنر ایران زمین همواره با وجودش فخر خواهد ورزید و ما به واسطه این اساتید به ایرانی بودن خود می‌بالیم. کوشش می‌کنم تا در این گفتار ادای دینم را نسبت به استاد بنان تا جایی که کلام یاریم کند انجام دهم. آشنایی من با موسیقی به واسطه آنکه در خانواده مادری و پدریم این هنر همواره جریان داشته و من از دوران کودکی همواره برنامه گل‌های رادیو را مستمر می‌شنیدم و بعدها خودم آنها را ضبط می‌کردم آغاز شد. همین علاقه موجب گردید تا با صدای تمام اساتید و به خصوص بنان بزرگ شوم و جزئی از زندگی من گردد. بعدها که این هنر را جدی‌تر دنبال کردم، پی به تمام ظرایف و نکات خاصی که در آغاز بنان وجود داشت بردم. تحریرهای منحصر به فرد، ادای درست شعر و مفهوم آن در آواز،
شیوه تصنیف خوانی او که امروز میتواند بهترین نمونه برای خوانندگان و هنرجویان آواز باشد و نکات فنی زیادی که شاید از حوصله مخاطبین خارج باشد. از دوست عزیزم استاد کاوه دیلمی خاطره‌ای را به نقل از استاد احمد عبادی بازگو می‌کنم که بازخوانی کارهای بنان شهامت می‌خواهد. این یک حقیقت انکارناپذیر است، زیرا که بر مبنای مقایسه جایگاهی است که دست یافتن به آن اگر نگویم محال بسیار دشوار است. تا حدودی بعضی از آثار استاد بنان را بازسازی نمودم و توسط خوانندگان بزرگی اجرا شده‌اند، ولی هرگز جرأت بازسازی قطعه کاروان ساخته استاد مرتضی محجوبی و تنظیم استاد ارجمند جواد معروفی را نداشتم، زیرا که هیچ مطلبی را نمیتوان بهتر از تنظیم استاد معروفی و آواز استاد بنان به آن افزود و این کار فاخر تا ابد در جایگاهش خواهد درخشید. نکته دیگری که لازم می‌دانم در این مطلبان اشاره کنم، آثاری که توسط استاد بنان به بهترین و زیباترین شکل ممکن اجرا شده و خب بیشتر علاقه‌مندان موسیقی می‌دانند که اجرای آثار کلونل وزیری و استاد خالقی علاوه بر صدای خوب و تکنیک آواز نیاز به درک صحیح موسیقایی دارد و خواندن کاری مانند می ناب در توان هر کسی نیست. سخنم را با شعری از زنده یاد فریدون مشیری به پایان میبرم. اشک آهم میدهد از حال دوران آگهی، میگدازد سینه ام را داغ آن سرو سهی. باغ خاموش است و مرغان بی صدا، ایوان تهی. ای بنان آخر کجایی تا نوایی سردهی. یاد باد آن همدلی، آن همدمی، آن همرهی. ساز محجوبی و آواز بنان، شعر رهی. همه شب نالم چون که غمی دارم، که غمی دارم. دل و جان چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم، تنها رفتی. چو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون میبارم. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی. رهایی از غم نمی‌توانم، تو چاره‌ای کن که می‌توانم.
این هم شاهکار کاروان که توضیحاتی داد مجد انصاری عزیز، شناسنامه کار رو، کاری که در دشتی اجرا شده، شعر رحیم آهگری، موسیقی مرزاخان محجوبی و تنظیم استاد جواد معروفی. من همیشه از این کار لذت بردم، ولی خب خوب کامل بشنویم. سفارش میکنم، توصیه دوستانه میکنم که در اولین فرصت کاروان بران کامل گوش کنید. اگر آوازی که در دیلمان خوانده در همون مجموعه استاد بنان همراهش باشه، مقدمه تصنیف کاروان، که چه بهتر. من اینجا میخوام برای اینکه شعرم خیلی وقت نخوندم براتون، غزلی از سعدی براتون بخونم که اتفاقا در همون اجرای مشهور استاد بنان این غزل رو در دیلمان که گوشه در آواز دشتی هست اجرا کرده. بسیار هم زیباست. چنان در قید مهرت پای بندم، که گویی آهوی سر در کمندم. گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. مرا هوشی نماند از عشق و گوشی، که پند هوشمندان کار بندم. مجال صبر تنگ آمد به یک بار، حدیث عشق بر صحرا فکندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی ای خواجه پندم. چون این صورت نبندد هیچ نقاش، معاذالله من این صورت نبندم. چه جانها در غمت فرسود و تنها، نه تنها من اسیر و مستمندم. تو هم باز آمدی ناچار و ناکام، اگر باز آمدی بخت بلندم. گر آوازم دهی من خفته در گور، گر آوازم دهی من خفته در گور، برآساید روان دردمندم. سری دارم فدای خاک پایت، گر آسایش رسانی ور گزندم. وگر در رنج سعدی راحت توست، من این بیداد بر خود میپسندم. هر بار که این غزل سعدی میخونم، مثلا یکی دو بیتش که در اون آواز خیلی درخشان هست، نه مجنونم که دل بردارم از دوست، بی تردید بدون استثناء صدای استاد بنان در گوشم میپیچه. بریم به استودیوی شماره 2. تصاویر انتخاب شده و گفتگویی که با استاد غلامحسین بنان در دهه 50 در رادیو ایران اتفاق افتاده، سالهایی که دیگه استاد بنان نمیخواند. یکی از فضیلت‌های استاد غلامحسین بنان این بود که پیش از آن که دیگه نتونه بخونه نخواند و در اوج کار خوانندگی رو رها کرد. بشنویم صدای استاد بنان رو. آقای بنان، سوالات تقریبا روزا همه یه جور و یه نواختی که اومدی رادیو چیکار کردی. مثلا باید خودتون راجع به رادیو و قبل از رادیو اگر مطالبی داریم بگید. اصلا من قبل از رادیو فعالیت داشتم ولی رادیو نبود. صحیح. فعالیت داشتم خب برای رفقام تو بعضی جلسات خصوصی بلکه تمرینی داشته باشم میخوندم، تا اینکه شهریور 20 رادیو وقتی افتتاح شد من مأموریت خوزستان داشتم. صحیح. سال 19 بود یا 20 بود؟ سال 19 بود. ولی من تقریبا 9 بار دیرتر از آقایون آمدم تو رادیو. اول کسی که آمد تو رادیو مرد، خواننده مرد، جناب آقای ادیب خانساری بود. صحیح. که خیلی مورد احترام منم هستن، همیشه خواهند بود. و بعد هم عبدالعلی وزیری آمد در رادیو. یواش یواش دیگه من از مأموریتم تموم شد و آمدم به تهران. آقای علمی خان وزیری اون موقع رئیس اداره کل چیز هنرستان عالی موسیقی بودن.
و از بنده پیشنهاد کردن که من بیام به رادیو. اومدم به رادیو. اولین حقوقم یادم نمیره که گرفتم، بودم من نمیخوام، من احتیاجی ندارم حالا فعلا این حقوق 100 تومن به حقوق درجه خواننده در ماه در یک بری. من اول گذاشتن تو ارکستر مرحوم سنجری بزرگ، پدر این آقای حشمت سنجری اینا. بعدم دیگه یواش یواش یادم دادن که تو ارکستر باید چیکار بکنی این حرفا. رفتم خدمت خود آقای خالقی، مرحوم خالقی. دیگه همش تو ارکستر آقای خالقی کلل بودم تا اواخر که فوت کرد خالقی. خدا رحمتش کنه. واقعا آقای خالقی ایشون حرف خیلی بزرگی کردن. من همیشه مخصوصا به من، اصلا من شهرتم مدیون خالقی هستم. خاطرتون هست که اولین ترانه، نمیگم آواز، اولین ترانه‌ای که خوندی چی بود؟ اولین ترانه‌ای بود که تو بیاد اصفهان بود که الان اسم یادم نیست. آزمایشین رو به من دادن، منم خوندم. هیچ یادم نیست. تو اصفهان بود. مال کی بود آهنگش؟ مثل اینکه مال همین خود آقای سنجرینا بود. آقای من خاطرم هست که معروف ترین ترانه‌ای که شما اجرا کردید، البته عقیده منه و به خاطر شغلی که دارم در گذشته می‌خواستن شنونده و هنوز هم می‌خوان، آهنگی مال آقای محسنی. اگر اولین نبود من نمیگم اولین، میگم که از بله اون یه تانگویی بود به اصطلاح. این واقعا شد الهه ناز. این خیلی جالبه که شنوندگان ما که اینقدر تقاضا می‌کنن. آقای محسنی اکبر محسنی با من خیلی رفیقه. صحیح. همیشه همکار بودیم با هم تو ارکستر. ایشون اومدن یه روز به من گفتن که آقای بنار من این آهنگ زدم خوندن لانسه نشد و نه پولی ازش در میاد نه صفحه شدن از وقتام صحبت چیزا بوده. بله این خواهش می‌کنم تو بخون. ما خوندیم و یه پولی گرفتیم. برای ایشون گرفتم با خودمون. چه سالی اینو اجرا کردید؟ تقریبا این 17 سال پیش. درسته. چاره نیست، اندک اندک این کارها رو گوش میکنیم به این امید که یادتون بیاد که کارهای خوب موسیقی ایران کدام ها هستند و اگر فرصت کردید گوش کنید. الهه ناز از جاودانه های موسیقی ایران. یه صحبتی استاد بنان در گفتارش ذکر خیری از استاد روح الله خان خالقی داشت که او رو خیلی تاثیرگذار میدونست و خیلی از شخصیتش تعریف کرد. یک کلامی از استاد روح الله خالقی در کتاب مردان موسیقی سنتی و نوین ایران نقل شده درباره بنان. بد نیست حالا جواب بنان رو از این جهت، از این جانب بدیم. روح الله خان خالقی می‌فرماید که صدای بنان بسیار لطیف و شیرین، زیبا و خوشاهنگ است. کوتاه می‌خواند ولی در همین کوتاهی ذوق و هنر بسیار نهفته است. غلط‌ها و تحریرهای او چون رشته مروارید غلطانی به هم پیوسته و مانند آب روان است. من از صدای او مسحور می شوم. لذتی بی پایان می برم که فوق آن متصور نیست. تصور نمی کنم خواننده‌ای به ذوق و لطف و استعداد بنان در قدیم داشته باشیم و به این زودی ها هم پیدا کنیم. بنان در موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبهاتر است. این کلام یک علاقمند معمولی نیست. این کلام روح الله خان خالقی است، از استادان بی‌بدیل موسیقی ایران. خالق ایران که از کارهای شگفت استاد بنان هم هست، با همین صدایی که روح الله خان گفته بود که کوتاه میخونه. یه جایی خوندم که بنان اتفاقا بالا میخونده. یک جایی هم در یک ادعایی کردند و یک مسابقه دوستانه‌ای با اون یک از استادان قدیم موسیقی ایران میرزا رضا زلی ادعا میزنن که بنا میگه من بالا میتونم بخونم. زلی به بالا خوندن اوجهای غریبی داره، صداش مشهوره و میگن که در اون گفتگوی موسیقایی بنان بالاتر از زلی میخونه و زلی واقعا تشویقش میکنه. اما گویا تشخیص استاد وزیری و استاد خالقی این بوده که بنان پایین بخونه. صدای بم و باس استاد بنان به قول امروزی ها انگار جذاب هست و به همین شکل هم ادامه پیدا. گروهی احساس میکنن یا فکر میکنن که صدای بنان محدوده. ظاهرا با این روایت که من شنیدم محدود هم نبوده. قبل از اینکه بریم و
سامان احتشامی از جوانترهای موسیقی ایران رو با استعداد و جوان در استودیو شماره 2 ببینیم و بشنویم که از استاد بنان چی میگه. من عرض کنم خدمتتون که بعد از اینکه صحبت‌های سامان احتشامی عزیز رو شنیدیم دیگه آماده بشید که من دیوان حافظ رو باز کنم و این سنت شب‌های رادیو 7 که بنده خدمتتون هستم رو امشب هم رعایت کنیم. بریم سامان احتشامی و برگشتنی حافظ شیراز. به اندازه چند سال خاطره در صدایت جمع کردی که موسیقی کلام تو برای همه خاطره ساز شد. به اندازه چند سال دیگر بگذرد تا چشمهای تو پشت آن عینک دودی از یاد ما برود. مگر می شود تو باشی و این آهنگ ها، این ترانه ها و این واژه ها تکراری شوند؟ نه، نمی شود. من با همین آهنگ ها، با همین ترانه ها و با تک تک این واژه ها دنیای کوچکم را ساختم. با همین ترانه ها و با تک تک این واژه ها دنیای کوچکم را ساختم. مگر می شود تو باشی و دنیای من بهاری نشود؟ اصلا بهار بدون تو معنا ندارد. اردیبهشت که بدون تو اردیبهشت نمی شود. خودت بگو به اندازه چند سال دیگر بگذرد تا دوباره تکرار شوی. تو که عطر همین بهار را لابلای واژه هایت می شد احساس کرد. خودت بگو دوباره که یا کجا تکرار می شود. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میرزی تو میهمان آید همی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. دلی هم درد و یاری مصلحت بین که اهل دلی بود. به گردابی چو می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. ز من ضایع شدن در کوی یاران، چه دامنگیر یارب منزلی بود. هنر بی عیب حرمان نیست، لیکن ز من محروم تر کی سائلی بود. بر این جان پریشان رحمت آرید که وقتی کاردانی کاملی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. مگو دیگر که حافظ نکته دان است، که ما دیدیم و محکم جاهلی. بسیار خوب. این هم غزل حافظ. نمیدونم شاید قبل از این همین به عنوان فال در برنامه ما آمده دیگه. احتمالات دیگه حادثه است و هر لحظه هر بار که شعری از حافظ خونده میشه بسته به شرایط ما طبیعتا تعبیر و تعبیرمون فرق خواهد کرد. این ماییم که خودمون رو در شعر حافظ میبینیم. شعر حافظ ثابته و ما دیگرگون میشیم. ما یک سر عوض میشیم و
طبیعتا تصویری دیگر از ما در این شعر، در این آینه دیده میشه. پس اگر تکراری هم بود غمی نیست به تعبیری. خب این بود ردیف بود که همواره یادگاران گذشته و دلبستگی های گذشته حافظ رو در اون یادآوری میکنه. عموما وقتی که از بود، از گذشته خوب، گذشته دلانگیز حافظ صحبت میکنه، در واقع یک دلتنگی بیان میکنه از امروزش. آدمی که امروزش خوبه که انقدر به گذشته فکر نمیکنه و انقدر نمیگه اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود. این یکی از زوایایی که غزل حافظ رو میشه نگاه کرد. اینجوری باشه، شاید اینجوری تعبیر بشه کرد که شرایط نسبتا خوبی در این موضوعی که براش نیت کردید داشتید و اون شرایط رو امروز ندارید. شرایطتون به اون خوبی که قبلا بوده نیست. حالا به هر دلیلی اوضاعتون عوض شده، خودتون عوض شدید، با کسانی سر و کار پیدا کردید که اونجور که دیگران بودند سازگار کار شما نیستن، به هر دلیل. این یک تعویل از یک همچین غزلیه که گذشته خوشایند رو بیان میکنه. اما تعویل دیگرش بارها گفتم و به تعبیر خود حافظ بار دیگر میگویم که وقتی از گذشته نیکی یاد میکنیم، در واقع ته دل ما آرزومندی است برای اینکه آیندهمون تکرار آن گذشته باشه. وقتی میگیم چه روزای خوبی داشتیم، همه دور هم بودیم، بهمون خوش میگذشت، یکی از معانیش اینه که کاش دوباره همه دور هم باشیم، کاش اون روزای خوب تکرار بشه. این معنی نهفته است که در همه یادکردهای گذشته هست که یک جور آرزومندی برای آینده است. و اگر اینجوری نگاه کنیم، وجه فعال ما در واقع تعبیر ما از غزل حافظ مثبت میشه. وقتی که میگه به گردابی چو میافتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود، میگه امروز من وقتی به گرداب غم میافتم، گرفتار اندوهی میشم، دیگه دلم کمکم نمیکنه، دل نمیدم به نجات، ولی آرزومندم که باز شرایطی پیش بیاد که من بتونم از گرداب غم اگر پیش میاد خلاص بشم، باز بتونم لحظات دلخواه زندگیمو که در گذشته بوده باز هم داشته باشم. اینجوری به راحتی میشه مثبت‌تر دید. غریبم نیست بعضیا منو متهم میکنن که تو از هر شعر منفی برداشت مثبت میکنی. نه، شعر قطعیت نداره که. به همین راحتی گفتم که ما خودمون رو تو شعر میبینیم. میشه زیبایی رو، خوشایندی رو، امید رو دید. از این غزلم به راحتی میشه این رو برداشت کرد. برای تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. تکیه حافظ بر عشق. پس دلتون رو، احساساتتون رو رعایت کنید. در هر کاری اگر عاشقانه پیش بریم، زیاد حساب کتابگری نکنیم، اگر با احساسمون، با ایمانمون، با اعتقادمون، با پذیرش قلبیمون سراغ کار بریم، حتما انشالله موفق بشه. انشالله که همینطور هم بشه. و این اولین تفاعل به دیوان حافظ، اولین به تعبیری که از دوستان مشورت ما با حافظ در دور جدید برنامه رادیو 7 بود که انشالله از این بر شنبه شب‌ها این کار رو ادامه میدیم. خب طبق روال امشب یک حافظ خوانی با صدای استاد غلام حسین بنان.
که بر خیال راه نزدت بسندم گفتا که شب رو بسو از راه دیگر آید از راه دیگر آید گفتا اگر بدانی همون رهبر آید خب این هم گفتم غم تو دارم گفتا غمت زهر. اگر در غزل فعالمون تردیدی بود در این که بنان خوانده بود، هیچ تردیدی نبود که از خوشایندترین غزل‌های حافظ هست و میشه نتیجه‌های مثبت ازش دریافت کرد. یه نکته جالبی که میخوام درباره استاد بنان اشاره کنم، یکی که به حادثه‌ای که در زندگی استاد بنان اتفاق افتاده بود و توی گفتگویی که با استاد انجام شده بود نوشته شد در فاصله اون گفتگو، این بود که در 27 آذر ماه 1336 استاد بنان در حال رانندگی در جاده تهران کرج با یک کامیون تصادف میکنه. ظاهرا کامیون چراغ عقب نداشته، چراغ عقبش خاموش بوده یا سوخته بوده و استاد از عقب میذاره به کامیون و متاسفانه چشم راستش رو از دست میده. من تکه برید جراید اون روزها رو دارم یعنی خونه دارم، کاش در اختیار دوستان قرار میدادم که استاد بنان یک چشمش باند پیچیه، چشم راستش، و توی بیمارستان و در حال اصلاح هست. خیلی عکس جالب و دیدنی هست و استاد بعد از اون دیگه همیشه با عینک دودی اصطلاحاً در همه جا ظاهر میشد. همون بود که بعد به خارج از کشور رفت برای مداوا که گفتم وقتی برگشت ابراز کرده بود که میخوام کارهای با نشاط‌تر بخونم که ظاهراً الهی ناز یکی از اون کارهایی بود که خیلی هم خوب گل کرد، اگرچه نماینده آثار استاد بنان نیست. استاد بنان با ارکسترهای سنگین و به تعبیر بعضی از موسیقیدان‌ها غلط می‌دونن این تعبیر رو، فاخر موسیقی ارکسترال ایرانی کارهای برجستش رو با استاد وزیری، با استاد خالقی، با استاد محجوبی انجام داده. گفتم نکته جالب میخوام از استاد بنان بگم و اون اینه که در سال 1327 یعنی چند سالی بعد از اینکه استاد در رادیو کارش رو شروع کرده بود و دیگه به شهرتی هم رسیده بود، طبق روال اون وقتها آدم‌هایی که اسمی در می‌کردن، در ورزش بود قهرمان می‌شدن، در موسیقی بود شهرت و محبوبیت پیدا می‌کردن، سینمای اون روزگار دعوت می‌کرد از این چهره‌ها می‌برن تو فیلم بازی می‌کرد. یادتون هست که خواننده‌هایی که هنرپیشه شدن یا ورزشکارانی که هنرپیشه شدن، بعضی‌هاشون هم کارشون می‌گرفت و خیلی شهرت پیدا می‌کرد، اصلا مردم دیگه نمی‌دونستن این ورزشکار بوده یا این خواننده بوده. استاد بنان در یک فیلم حضور پیدا کرده. استاد غلامحسین بنان در سال 1327 در فیلم طوفان زندگی ساخته علی دریابیگی و کوشان بازی کرده، البته در نقش خودش، که 2 تا کار هم توی اون اثر خوانده و این نکته جالبی شاید بشه دنبالش گشت و پیداش کرد. به من گفتن که این فرصت و این فاصله رو زیاد صحبت نکنم، بریم یکی دیگر از آثار استاد غلامحسین بنان رو، یک از کار خیلی خوب ملی میهنی استاد و غیر از ایران کاری داره به اسم خوشه چین، هم حتما شنیدید، بارها و بارها هم بازخوانی شده. یکی از بازخوانی‌های بسیار جذاب و جالب خوشه چین رو با اجرای وحید تاج که از خواننده‌های خیلی خوبیه که سنتی موسیقی ایرانی، موسیقی ملی ایران رو خیلی خوب میخونه و جذابیت داره کارش. کار استاد بنان رو بازخوانی کرده به یاد استاد بزرگ موسیقی ایران استاد غلامحسین بنان. اجرای وحید تاج رو ببینیم و بشنویم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
خب این هم وحید تاج و بازخوانی کار استاد غلامحسین بنا. خیلی حرف در مورد غلامحسین بنا عزیز امشب میخواستم بگم، آدم تو برنامه که خیلی دوست داره هیجان زده میشه، یادش میره یا میگذره ازشون. تصنیف کاروان رو که شنیدیم فکر میکردم که یادم میمونه بهتون بگم. همسر استاد بنان، پری بنان، گفته بود که بنان 2 تا اثر رو خیلی دوست داره که آمدی جانم به قربان و یکی کاروان، و بنان میگفته که کاروان رو برای بعد از مرگم خوندم. و عجیب کار شگفت و چفت و جوریه برای یادکرد بزرگان. این یک خاطره از استاد علی تجویدی، زنده یاد استاد علی تجویدی، یه جای خوندم خیلی برام جالب بود. میگه ساعت 7 بعد از ظهر از ارگ، رادیوی قدیم میدان ارگ، خارج شدیم با بنان قدم زنان به سمت شمال شهر. داشتیم درباره این که چجوری میشه یک کاری کرد، از بیات اصفهان شروع کنی بیای تو سگاه، بعد به شور بری و بعد برگردی فرود کنی به بیات اصفهان. این بحث هنری طول میکشه. میگه وقتی به خودمون اومدیم که پل رومی بودیم در شمرون و ساعت 1:00 شب بود. گفت اما نتیجه داد. اثری ساختم به اسم یاد کودکی. یادتون هست یاد کودکی رو دیگه؟ توی آلبوم یاد استاد بازخوانی شد. استاد تجویدی ساخته بود. یاد استاد بنان و همه استادانی که ازشون یاد کردیم به خیر و خوشی باد. و فردا میلاد اسلامزاده عزیز برنامه رادیو هفت اجرا میکنه. تا این کاری که با صدای سالار عقیلی عزیز اجرا شده بهتر بشنویم، من همینجا ختم میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. ز خاطره ها از تو مانده به جا عصر کودکیم که گرمی داشت با صدای بنان شعر رودکیم. در کتاب دل قصه ها ز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه گذارم. سفر کردم ز شهر تو خسته تر از چکاوک، گل سرخ باغ من بودی من به پای تو پیچک. در کتاب دل قصه ها ز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه گذارم.